استاندارد پرواز برای آموزش 500 پایی هستش، ولی ما زیر 50 پا بودیم. زیر 50 و بسیار پایین بودیم. می‌دونستیم سامانه پاتریوت در منطقه مستقره و هدفان چند لایه داره از این پایگاه و داره خوشخدمتی کویت داره از این پایگاه رئیس کننده 18 در حال مراقبت از این پایگاه هست. پایین می‌رفتید که رهگیری نشه. با وجود اینکه ما می‌دونستیم آواز بالا هستش و فایترشون فعال هستن و سوخت کامل رادیو، این پرواز انجام شد. ما وارد آب‌های بعضی از کشورهای همسایه شدیم. حتی من اینجا نگفتم دو سه تا کشتی بودن، انقدر ما پایین بودیم از بین دو تا کشتی عبور کردیم، عرشهشون از ما بالاتر بود. معلمان بعد میاد پایین، از تو عرشه پایین ما رو نگاه می‌کرد. همین رو عبور کردیم و بمباران سنگین انجام شد. هلیکوپترهای خیلی زیاد پیشرفته اونجا بودن. دیدیمشون که این هلیکوپترها از زمین اومدن بالا و منفجر می‌شدن.